سلام به رفقای گلم. امیدوارم که حالتون هر روز بهتر از دیروز باشه و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید با امین کویکس. بدون معطلی بزنید سراغ ویدیو قبلش یادتون نره که حتما ویدیو لایک بکنید، کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید. بزن برید. من بعد از دیدن کلی ویدیو برگر و پاستا و کوبیده ساعت 3 صبح خیار گوجه دقیقاً مثلا موقعی که من میخوام بخوابم مخصوصا میرم اکسپلور ریزر میگردم تا چشام گرم میشه مثلا بخوابم. بعد مثلا 1000 تا ویدیو اینجوری میبینم، بعد گشتم میشه دیگه. بالاخره آدمیزاده دیگه، میبینه یا مثلا گشتش میشه و میگه برم این سی بخورم منم. بعد مثلا فرض کن تو نشستی توی اکسپلور داری ویدیوهای پیتزاهای این غول پیکرا هستن اینقدر مثلا یه اسلایسش اندازه چه منه اینقدر بزرگه، از اونا رو دیدی، یا مثلا برگرای چند طبقه رو دیدی، اونا رو دیدی و در نهایت خب تو نمیتونی اونا رو بخوری چون اصلا نه داری تو خونت نه پولشو داری و اینا. پا میشی میری در یخچالتو باز میکنی، در نهایت مثل این داداشمون میگه حالا نون پنیری چیزی، این گوجه خیارم داشت، حالا یه سری وقتا نون خالی میخوری، یه سری وقتا نون باشه نون پنیر و گوجه و خیار و اینا میخوری، در نهایت دیگه همینه، نون و پنیر و گوجه و خیار. انقدر دوست دارم 8 باشم، اما چه کنم صبح باید 7 باشم. نمکدون. خب دوستان ببین این باید برسه اینجا. خب حالا مال دینا پر برکت بودن اینش خوبه. چقدر خوبی تو. ببین اون موقع که ما داشتیم قمه میکشیدیم تو داشتی تو خونتون قیمه میکشیدی. بده 7 برقا تو که قمه نمیکشیدی، تو قمه ها رو میداشتی تو قلاف. بده 3 خار کش. آجی خیلی دارک شد. ببین قمه رو بخوای بکشی تو غلاف واسه دختر خیلی دارکه. بیخیال بگذاریم فقط سریعتر ازش. فقط یه چیزی توجیه کنم، قمه رو بذارید غلاف دیگه. این مثلا غلاف باشه این قمه، این مثلا قمه باشه این غلاف و آره بیخیال. بریم بعدی. وات یه دقیقه چی بودیم؟ آجی چی بود؟ یه دقیقه صبر کن. شکلش یه ذره بد بود اومد بیرون. دوست دارم بدونم کی به این گواهی نامه داده. اوکی آجی ویدیو رو چجوری میگیرم؟ مثلا سگه رو نشون پشت ماشین، من یه دونش رو دیدم قبلا، اینا رو پشت موتور چجوری میگیرن؟ اینا رو سگه رو جدی چجوری راضیش میکنی که بشینه پشت موتور یا بشینه پشت ماشین؟ و بالاخره زبون آدمیزاد رو نمیفهمه که بشین پشت این. قطعا من سگ و گربه اینا نداشتم ولی مثلا رد میدم بهش فکر میکنم تو چی با اون سگ با اون گربه با اون حیوان چیکار باید بکنی که هر کاری بهش میگی انجام بده. پسرا وقتی به هم دیگه میرسن نه آقا به خدا اگه تو اکیپ پسرها اینجوری باشه شاید هم تو اکیپ ما اینجوری نبوده بابا. چی بگن چرا باید برسی دستی تو آره ببرید؟ جدی دلیلش چیه؟ اگه واقعا اینجوریه فکر نمی کنم اینجوری باشه. این بنده خدا اکیپ خودشون اونجوری بوده که اومده این کلیپو ساخته. من ندیدم تا حالا اکیپ دیگه‌ای که اینجوری باشه. یه سری وقتا از سر استرس هست واسه پسر دخترا نمیدونم ولی خب پسرها اینجوری هستن. آره مثلا ما یه نفر رو داریم تو مدرسه که با معلم مثلا میخواد حرف بزنه، خیلی با معلم رفیقه، میره سلام استاد خوبی چطوری نوکرم فلان، سلام استاد چطوری خوبی نوکرم فلان، دست میده دیگه. عزیزم تو روز تولدت داری ظرف میشوری؟ بیا بریم. نمیخواد بیا. آره فردا بشور. هشمو بیشور یعنی خود خری. تو خر نیستی گاوی دیگه. برداشت رونو داد به سگ بخوره. ماه رمضون وقتی اذان صبح میگم و من تو دستشویی هم خواهرم. مهدی الان گفته دیگه هیچی نخور. ای بداد دستشویی مکانی نیست که بخوای چیزی بخوری خب، ولی خب خواهر برادرن دیگه میدونید. مثلا دستشویی و به غذاخوری چی میگن، غذاخوری میگن، سالن غذاخوری برادرش تشبیه کرد. این دو وجه داره، یا اینی که گفتمه یا همین که خب گفته از اونو گفته دیگه اومدی بیرون مثلا چیزی نخور، اومدی بیرونشون نگفته. حالا میشه دیگه بالاخره این اشتباه پیش میاد. پی او وی چالش خطرناک. اوکی
نه عزیزم نکن، تو رو خدا رحم کن، نکن قربونت برم، به من رحم. جفت الان نگرفتن اینا جفتشون پسر بودن که این کارو کردن یا چی؟ چون گفت به من رحم کن. خب اینا جفتشون هم آرایش و میکاپ و اینا خیلی خوشگل مشکل شدن این کارو کردن. چرا این کارو نکنه؟ اون عروس شد، اون یکی دوماد شد. عجیبه، خیلی عجیبه. وقتی میری تو طبیعت که آرامش بگیری همون لحظه یه مادر و بچه رندوم اوکی. وای حاجی وای. ببین یه سری افراد اصلا آب میخورن از اون رودخونه. من دیدم، یعنی مثلا لیوانشون میاره پر میکنه میخوره. اون آب جدا آخه اون سرچشمش تو نمیدونی کجاست. شاید بالای کوه هم اصلا باشه. شاید اون بالا یه نفر این خانم ولی بچه‌شو گرفته. آره اون آب کثیفه. خب میخوری آخه جدا از انگل چیزای دیگری میگیری، اصلا مریضیای دیگه میگیری. نمیگفتم خودت دست شما درد نکنه. خیلی قندم برداریم. نه من یه چند وقتی کلا قند رو از زندگیم حذف کردم. چقدر زاده؟ ممنونم از شما. چیز منطقیه. قند رو حذف کرده، خب محتویات قنددار رو حذف نکرده و احتمال خیلی زیاد اون محتویات قنددار رو اضافه هم کرده، چون دیگه داداش درو کردی اون جای جعبه شیرینی و اوشابه دیگه جا نداشتش میترکید. این تمرین بهت کمک میکنه هم بیان قوی تری داشته باشی، هم صدای راوی مگه این کار کنی؟ عجیب بیانه تو تر میزنه توش این کار. جدی بکنی الان که چی بیانه توش رو باید قوی تر بکنه. قشنگ این اسکولات میکنه این کار انجام بدی، طرف ببینته ببین چه اسکولیه داره این کار انجام میده. خلوت هم انجام بدی بالاخره تأثیری نداره به قرآن، شاید هم داشته باشه. ببین ما اینجا میگیم میخندیم همه این کارو میکنیم، ولی یه سری چیزا شاید واقعی ما نمیدونیم. مثلا همین موضوع مثلا دیدید الان بدونم چی این کارو میگه بکنی، شاید واقعا فن بیان تو قوی تر بکنه. چی داری میگی داداش؟ آخه امکان نداره به زهر مار. خب وقتی مامان عروس از خود عروس قشنگتر میشه اوکی. موسن داماد اون پشت دیدین؟ یا چشماتون قفل شده بود روی بین الحرمه بین المملین؟ ماشاءالله، فقط میتونم بگم ماشاءالله. داداشمون راست گفت. ماشاءالله که عروسی رو میگن دیگه. دوماد و عروس و دوماد خیلی به هم میومدن. عروس و دوماد واقعا به هم میومدن، اصلا مخصوصا سایزش، یعنی سایزی قدی و اینا منظورمه دیگه. عروس و دوماد قدی خیلی به هم. بریم ویدیو بعدی. وقتی تو باشگاه آرامش نداریم. این زنه داره میگه این کار خدا وکیلی حقیقت داره یا نه؟ خب اوکی تو واقعا بهت فشار میاد، ولی دیگه چقدر فشار میاد؟ جوری داد میزنی انگار داری میزایی. تو تبرم بخوره بهت یکی دو بار دیگه آخ اوخ میکنی. این دیگه به قرآن دردای زاییدن زایمان. واقعا این دادایی که میزنه به قرآن نمیفهمم. تو بدون اون داد زدن هم میتونی قوی باشی به خدا، ولی حال میده. خدا وکیل ببین جو میده به باشگاه. مثلا چی میگن؟ باحاله دیگه. حالا چی میگن و بیخیال، باحاله. قیافه معلم ریاضی هنگام توضیح دادن وقتی ما رو در حال نوشتن ببینه. وای حاجی وای اوکی. راست میگه. وای حاجی پشم دقیقا شبیه معلم ریاضیمون بود. استاد عزیزم اگه داری این ویدیو رو میبینی که من معذرت میخوام ازت، ویدیو دیگه حالا شرمنده، ولی جدا حاجی خیلی شبیه بود. مخصوصا اینجوری هم که کرد این زامبیا بود، ولی واقعا شبیه معلممون بود. شاید باورتون نشه. بعد من نمیفهم چرا آقا اون بچه شاید دوست داره اصلا هم بنویسه هم یاد بگیره. اینقدری که روی اون نوشتن هنگام توضیح دادن حساسی به قرآن، اگر اونو صرف مثلا یه ذره محبت به بچه‌ها می‌کردید الان همه بچه‌ها دکتر و مهندس و این همشون بلا استثنا مخترع هواپیما و مخترع ماشین پرنده به قرآن بودن، همشون میبودن. به همین شیر پاک مادرم قسم می‌خورم ما نه کلاهبرداریم.
ماشاءالله مادر گرامیت اینقدر شیر الان آخه تو بزرگی. ببین شیر خب موقعی که بچه است، مثلا طرف بچه است دور مادر، الان تو بزرگ شدی و این حجم از شیر واقعا حلاله. فقط همین رو بگم حلاله. رفقای گلم مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه اینطور بود لایک و کامنت و ساب حتما فراموشتون نشه. دوستتون دارم یک عالمه. عشق منی. تمتون تا ویدیو بعدی میادتون. خودتون باشید. فعلا خدافظ.